تصنیف سپیده از محمد رضا لطفی. محمد رضا لطفی در 17 دی 1325 در گرگان متولد شد. او 5 سال به هنرستان موسیقی رفت شبانه و نزد علی‌اکبرخان شهنازی و همچنین حبیب الله صالحی تار رو فرا گرفت. بعدها به گروه موسیقی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه پیدا کرد و در اونجا زیر نظر نورعلی خانم برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی تحصیلات خودش رو تکمیل کرد و اطلاعات ردیفی خودش رو بسیار بالا برد. در سال 1343 جایزه نخست موسیقیدان جوان رو دریافت کرد. در سال 1354 در جشن هنر شیراز کنسرت معروف راست پنجگاه رو به همراه محمد رضا شجریان و ناصر فرهنگفر اجرا کرد. او همچنین در همین سال گروه شیدا رو تأسیس کرد که به همراهی گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازسازی و بازخوانی آثار گذشتگان می‌پرداخت. او در هنگام ضبط ردیف استاد خودش عبدالله دوامی با او همراهی تار کرد در برخی از دستگاه‌ها. در سال 1353 عضویت گروه علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران رو عهدهدار شد و 1 سال و نیم هم به عنوان مدیر گروه موسیقی فعالیت کرد. او همزمان در رادیو استخدام شد و فعالیت‌های خودش در رادیو هم پرداخت. با راه اندازی چاوش توسط او به همراهی حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر شکارچی و هوشنگ ابتهاج آلبوم‌های بسیار زیبایی رو که تأثیر بسیار زیادی در موسیقی ایرانی و پیشبرد و پیشرفت این موسیقی داشت منتشر کردند. بعدها او برای اجرای کنسرت به ایتالیا، فرانسه و آلمان رفت و در سال 1365 به آمریکا مهاجرت کرد و در واشنگتن بنیاد فرهنگی هنری شیدا رو پایه‌گذاری کرد و تا سال 1385 که دوباره به ایران برگشت در اونجا به تدریس، تحقیق و برگزاری کنسرت پرداخت. مکتبخانه میرزا عبدالله که آموزشگاه آزاد موسیقی هست و به هدف ترویج موسیقی ردیف و آموزش اون و پژوهش در مورد موسیقی ردیف توسط محمد رضا لطفی تأسیس شده بود. در سال 1372 بعد از بازگشت او رونق بیشتری یافت و کلاس‌های او به صورت گروهی و خصوصی در اونجا دایره گردید. از همکاری او با شاعران و نویسندگان میتونیم به همکاری او در آلبوم از میان ریگ‌ها و الماس‌ها با احسان طبری بپردازیم. دوره‌ای که لطفی گرایشات توده‌ای هم داشت. او در این آلبوم در کنار شعرخوانی احسان طبری به بداهه نوازی و تار نوازی پرداخته. همچنین کریدر محمود دولت‌آبادی رو با صدای او همراهی کرده، ولی متاسفانه این آلبوم تا امروز مجوز نشر پیدا نکرده. همچنین با هوشنگ ابتهاج همکاری بسیار زیبایی در جهت دکلمه اشعار او و بداهه نوازی همراه با شعرخوانی او داشته که در چند کنسرت به این مهم دست پیدا کردند. او همچنین تجربه‌ای برای ساخت موسیقی فیلم داشت که البته این موسیقی فیلم بیشتر جنبه انتخابی داشت تا ساخت موسیقی. برای فیلم حاجی واشنگتن از علی حاتمی که تجربه ضعیفی در زمینه آهنگسازی
فیلم به نظر من هست. او در سالهای آخر عمر خودش گروه‌های سگانه شیدا رو تشکیل داد که یکی از اونها گروه بانوان بود که کنسرت‌هایی در ایران برگزار کردند. همچنین گروه بازسازی شیدا و گروه همنوازان شیدا. متاسفانه در سالهای اخیر کنسرت‌های او لغو می‌شدند با اینکه مجوز هم دریافت کرده بودند و مردم بلیط خریداری کرده بودند. این کنسرت‌ها لغو شد و لطفی در یکی از مصاحبه‌های خودش ایراد رو در این پیدا کرد که به ریش و موی او خورده گرفته بودن در پوسترها، در صورتی که او با همین ریش و مو در روزنامه‌ها عکسش چاپ می‌شد و با همین ریش و مو هم به قول خودش به صدا و سیما رفته بود. او با قشنگی کامکار اولین ازدواج خودش رو داشت که در سال 1357 از هم جدا شدند و یادگار اون ازدواج امید لطفی است که او هم نوازنده تار هست و آهنگساز. از ازدواج دوم ایشون دختری به نام سرود لطفی یادگار مانده است. لطفی با خوانندگانی همچون عبدالله دوامی، مرضیه، نصرالله ناصح‌پور، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، هنگامه اخوان، صدیق تعریف، زویا ثابت، علیرضا شاه محمدی، علیرضا فریدون‌پور، محمد معتمدی، سجاد مهربانی و امیر اثناعشری همکاری داشته است. او سرانجام بعد از سالها تحقیق، آهنگسازی، پژوهش، نوازندگی و خوانندگی در 12 اردیبهشت 1393 در تهران درگذشت. علت درگذشت او بیماری سرطان بود. صبح جمعه در بیمارستان پارس این واقعه اتفاق افتاد که جامعه هنری رو بسیار داغدار کرد. تأثیرات لطفی در نوازندگی تار و ستار و همچنین نوازندگی سازهای دیگر بسیار مشهود هست. در دوره‌ای که او زندگی می‌کرد شاید خیلی از مردم تار رو به نام محمد رضا لطفی می‌شناختند. او همچنین به آواز، کمانچه و دف نیز تسلط داشت و از معدود کسانی بود که میتونیم از او به عنوان استاد کامل موسیقی ایرانی یاد کنیم. شعر این آهنگ از هوشنگ ابتهاج ه الف سایه هست. با توجه به اینکه امروز با خبر شدیم استاد بزرگ عودنوازی ایران استاد منصور نریمان درگذشتن، این فیلم رو به روح و خاطره ایشون تقدیم میکنیم. این آهنگ رو در ماهور فا اجرا میکنیم. کوکمون دو فا دو دو هست. میزنیم فا 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 فا. این پایه به صورت دو رابی از دو به فا میاد، یعنی دو دو فا دو دو فا دو دو فا، راست 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 و بعد یک کنده‌کاری میتونیم بکنیم فا رو از نوت لا بمون. دو ره می فا سول می فا 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 سول سی لا سول لا لا سی لا سول فا سول سول لا سول فا می فا فا دو ره می فا سول می فا 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 دو دو سی لا دو 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 ره دو ره سی لا سول فا دو دو سی لا دو 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 ره دو ره سی لا سول فا دو ره دو ره رو به صورت راست چپ بزنید. دو ره دو ره سی لا سول فا ره ره دو سی ره ره دوم میاد ره 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 می دو سی می بمول ره می دو سی دو لا دو دو سی لا دو 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 ره سی لا سول فا فا سول لا سول لا سول فا سول فا فا سول لا سول لا سول فا سول فا سول لا سی لا سول لا سول فا سول لا سول لا سول فا سول فا لا سول
تکرار میشن. جمله جدید: فا سول لا سول لا لا سول فا، فا سول لا سول لا لا سول فا، سول لا سی لا سی سی لا سول سی سی لا سول، فا سول لا سول لا لا سول فا، لا سول فا فا می فا، لا سول فا فا می فا. باز جملات قبلی تکرار میشن. جمله جدید: لا سی دو ره دو سی سی لا سول فا، فا می ره می فا دو فا دو فا، راست شب راست شب راست 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 راست. همین جمله تکرار میشه. بعد از اون میگیم لا سی دو دو فا ره می فا می سول فا می ره دو، لا سی دو فا فا لا سول سی لا دو سی ره دو می ره فا می سول می فا فا. میتونیم رو فا هم تیریم. این قطعه رو با سرعت 120 اجرا کنیم. اگرچه دلها پرخون است، شکوه شادی افزون است، زیره ما گلگون است، آی گلگون است، که دست دشمن در خون است. ای ایران غمت نرساد، جاویدان شکوه تو باد. راه ما راه حق، راه بهروزی است. اتحاد اتحاد رمز پیروزی است. صلح و آزادی جاودان بر همه جهان. خوش باد یادگار خون عاشقان. ای بهار ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد.
60 هم باید